سوالی که الحال در دست من دادن که جواب اینه به سمع شما برسانم، از همین شروع میکنیم. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. 4 ماه پیش در قشلاقی خواجه علی شای ناحیه مومن آباد یک خواهر اسلامی ما در سین 17 سالگی از کسل سخت کوتاه مدت از دنیا گذشت. وی دختری با حجاب، قرآن خوان و نماز خوان بود. همین مبلغ پول را وی در دوره صحتی خود برای خریدن حجاب اسلامی جمع کرده بود. الحال همینجا 30 سامانی هم روان کردگی در داخل همین خط بود است. همین سوم برای خریدن حجاب اسلامیش این خواهر جمع کرده بود است. بعد وفات او پدر و مادری که مخلص امر معروف شما می باشند و خلاصه آمدند که این پول را شما در آبادانی مسجدتان استفاده کنید. از درد میان و دست و پای، خنک زدگی، پروستاتیت، سستی کمر، بیماری عصب‌ها، ریختن موی سر و مانند این رنج میکشید. با رقم‌های +7 92 58 71 0044 زنگ زده برای دسترس کنید داروهای گیاهی سونامد فرمایش گذارید. برده رسانیدن داروها کاملا رایگان است. اینچنین این داروها را از دلخود داروخانه شهرهای روسیه با تخفیف از 10 تا 15% خریداری کردن می توانید. سونامد، طبابت با گیاهای شفا بخش. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. پدر و مادری که مخلص امر معروف شما می باشند و خلاصه آمدند که این پول را شما در آبادانی مسجدتان استفاده کنید و برای آنها و فرزندانشان دعای خیر کنید. حاجی محترم، از سببی که این پدر و مادر یک عقیده خوب اسلامی دارند برای فرزند خود پنجشنبگی نمی کنند. بعضی زنهای دهه خواب می بینند که گویا دختری آنها در قبر گرسنه باشد. بگوید آیا از نکردن پنجشنبگی مرده در قبر گرسنه میماند یا نه؟ التماس در همین جمعه جواب دهید، زیرا آنها منتظر جواب و دعای شما می باشند. با احترام زیاد، مخلصان شما از دهه خواجه علی شای ناحیه مومن آباد. اولا دعا کنیم که خدای مهربان این خواهر اسلامی را روحش شاد و قبرش خدای مهربان پر نور بگرداند و جمیع فتنه های قبر، جمیع وسواس ها را از داخل قبر این خواهر دور بگرداند و قبرش را بر روضه از روضه های جنتش خداوند مبدل بگرداند. آمین یا رب العالمین. البته در قبر آن زنهایی که خواب میبینند که گویا که این زن گرسنه باشند، من با طریق اولا باور کنین در نزد همه شما میگویم که همون زنهایی که خواب میبینند اونها همه دروغگو هستند. هیچ کدام اونها خواب نمیبینند. این دخترهای بی حیایی که برده میخوابانندشون در قبر، چرا اونها را خواب نمیبینند که در دوزخند؟ دختری با حجابی که از دنیا گذشته است فقط با نکردن پنجشنبگی نخواه که وی گرسنه باشد. این تهمت ها و این شکم پروری ها را بس کردن لازم. پنجشنبگی در یگان ورق کتابی
که از جانب پروردگار آمده باشد، چه قرآن، چه احادیث های پیغمبر، چه کتاب های مذهبی که ما داریم، در هیچ کدام او یاد کردگی نیست. من برای چی اینقدر پنجشنبگی ها را و دیگر خیر احسان های زیادتی که به گوش شما رسانیدم، من به خاطر چی رسانیدم؟ اگر چنده که قوت یک نفر از من نمی رسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعض ملاهامان حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیلها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد. اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذرد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قوت یک نفر از من نمیرسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعض ملاهامان حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیلها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد. اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذرد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند. اسلام ما و شما چی در قرآن چی در احادیث های پیغمبری خدا آمدگی است. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدایی که شما را آفرید، خدایی که به شما حیات داد، خدایی که به شما تمام نعمت دادگی هست، فقط از شما آسانی میخواهد. ولا یرید بكم العسر. پروردگار میگوید با این قدر بزرگیم، با این قدر عظمتم، من از شما مشکلات طلب ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ بندم پروردگار میگوید از قوتش زیاد دیده تکلیف نمیکنم. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حدیث پیغمبر است، من در بین شما بهر چی آمدم؟ تا که در بین شما آسانی را جاری کنم. من از مشکلات با آوردن بالای شما به این مقصد نآمدم. یعنی اسلام همه وقت آسانی را از ما و شما میخواهد. دارد ندارد باید که ما و شما با سرداری همان ملاهای محله مان و کسی نباشد در گردن اون کس بار میکنیم و رفته 5 کس و 10 کس نانی همراه خوردن میگیریم. وای دارد ندارد برای ما فرقی ندارد. الحال در همین محله ما یک جنازه میارن، انشاءالله بعد جمعه جنازش میکنیم. بابای فیض‌الله را خدا رحمتش کند، همینجا 1 سال ناگذاشته جنازش کردیم. الکی زنش از دنیا گذشتند. در 1 سال آلی پنجشنبگیش بود ناشیده باز اینش آمد. چیکار کنن این بیچاره ها؟ قرض کنن همین شکم ما و شما را سیر کنن.
کدام وقت همی رحم و انصاف و همی ایمانداری در ما و شما بیدار میشد؟ کدام وقت؟ اگر اینما المؤمنون اخوتون باشد، خداوند در قرآن میگه همه شما برادر یکدیگر هستین. برادر باید غمخوار یکدیگر باشد، گوشت یک برادر را نخورد. آخه مشکلات بالا یک برادر همسایش نیارد. ما برادر انمی مناش نیست، بیچاره ها ندارن، شرایط ندارن. این حالت باید که تمام همون کسانی که گپ گذر هستند، سخنهاشون در آن محله هاشون میگذرند، اونها باید قرار ننشینند، باید کاری کنند که همون خاندان هم من کنند، گویان از این خیر احسانی که تو کرده ایستاده‌ای با یک طریق خیلی دشواری که نداری، در این تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. اما و شما که الحمدلله با قرآن ایمان آوردیم، با حدیث پیغمبر ایمان آوردیم. پیغمبر ما و شما چی میگوید؟ ابدا بنفسک فتصدق علی. ای انسانی که تو امروز صاحب دولت شدی، کدام به همه شما مراجعت است از پیغمبر. وقتی پولدار شدی میگوید نفس خود تسیر کن، لباس بخر به بدنت، شکم تسیر کن، فان فضول شیء فلاهلک. وقتی که بدنت سیر شد، شکمت سیر شد، باز اگر پول در دستی تو که باقی ماند، زن و فرزند تسیر کن. پیغمبر خدا امر دارد. سیر کرد، لباس ها خریدم، شکم سیر کردم، شکمی زنم سیر شد، بدنش پوشیده شد، فرزندام تامین شد، باز اگر در پول در دست من که ماند، باز پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید باز بعد این به خیش و تبار یاردم کن. خیش و تبارم که تمام شد، این حالت و ها کذا گفتم پیغمبر انا مرحمت بد خیر در بیرون کردن بگیر. امروز ای بیچاره ندارد شرایطی که همون شکمی خودش سیر کند. از کجا شکم ما و شما را سیر کرده میتونه؟ هر کدامت همین خلاصه از دسترخوان خانت ببرار. این گونه امرها در اسلام آمدگی نیست. ملامت نکنید. خوش به حال همون خواهری که اگر یک بدعت من کرده باشد، خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنگره از شما خواهش داریم با سوالهای ما پرره جواب دهید. بسیار ضرور است. سوال یکم، شخصی به مبلغ $1000 قرض بگیرد و از بین 1 سال گذرد، زکات پول را شخص قرض گرفته میدهد یا شخص قرض ده؟ از بولیان پایان ناحیه دنگره خداوند در هر قدمشون حسنات بنویسد که امروز ما با اونها با زیارت داشتیم که از اونجا خیسته به این نمازهای جمعه ما با عدد خیلی زیاد می آیند. اگر یک مرد از من قرض میگیرد $1000، من اون را قرض میدهم، 1 سال از بین گذشت. از بین گذشتن در دوام 1000 سال $1000 که در دست من بود، من با او قرض دادم، الکی زکات واجب می شود. همون زکات باید که البته آدم پولدار پول دادگی می دهد، آدم قرض گرفتگی نی. اگر من به او $1000 نه $10,000 هم که می دادم، وای صاحب نصاب نیست، وای صاحب ملک نیست. اون $10,000 مالی من است، مالی وای نیست، او مال قرض است. او چگونه باز مثال زکات میدهد؟ زکات به آدم بای، به آدمی که قرضدار نباشد به او واجب است. به آدم قرضدار چگونه وای زکات میدهد؟ خودش وقتی که قرضدار باشد. اگرچند من در دست مردم $10,000 هم که داشته باشم، انا همون پولهایی که در قرض در دست مردم است از وای باید که زکات دهم. این معنای را ندارد که پولی من در دست مردم قرض است و من از اینها باید زکات ندهم. باید زکات دهی. انشاءالله من یک جمعه در باب زکات، فضیلت زکات، مانع زکات با شما صحبت میکنم. امروز الحمدلله من یعنی باوری دارم که الکی خیلی پیشروی در مالداری در مردم ما پیدا شده است. الکی بچهای به دولت زیاد شدگی هستند، مالدارها پیدا شدن الکی.
باید که این نعمت پروردگار است. وقتی که بر تو که دادش باید حق زکات جدا کنی. اونقدر مبلغ کلان در گردن ما و شما بار نکردن، از $1000 $25 قدر مبلغ کلانی نیست. در یک سال یک بار بده. لیکن اگر ندادی، پیغمبر خدا میگوید لا صلاة لمن لا زکات له. اگر شب و روز تو نماز تهجد خوانی، اگر شب و روز تو روزدار باشی، اگر هیچ جمعه را تو ترک نکنی، لیکن بازم این دولت داری و زکات نمیدهی، این عبادت ها تا پروردگار قبول نمیکند. زیرا در هر یک آیت قرآن اقیم الصلاة و آتوا الزکات آمده است. نماز بخوان و زکات بده. در هر یک ورق قرآن وقتی همین اقیم الصلاة آمد، برپا کن نماز را، از پس حتمی آمدگی است و آتوا الزکات، زکات بده. از زکات قنطره الاسلام. پیغمبر میگه زکات این یک کپروکی هست. از این طرف مردی مسلمان می ایستد، از این طرف اسلامش می ایستد. انا همین زکات خودش پیوست کننده آدم به اسلام است. اگر مادام زکات نمیتی، اسلام بر تو هیچگاه چسبننده نیست. زکات به نهایت مهم و ضرور است. کدام از شما دارین مستحقا هست، دادرها تانتین، فقط پدر و مادر مستحق زکات نیستن. یعنی من اگر مالدار باشم به پدر و مادرم زکات دهم، زکاتم درست نمیشود. یا پدر و مادرم به دولت باشم، فرزندان شتیحت، این از زکات حساب نمیخورد. لیکن فقط بین خواهرها و بین دادرها و بین اپا و خواهر و بین اکا و خواهر، اینها دادن زکات درست است. اگر اینها احتیاج داشته باشند، نداشته باشند، در همسایه داری هامون در مسئله میگوید حتی اگر در محله آدمی مستحق کم بغل باشد، تو زکات گرفته دیگر محله بری، در این حالت در همون زکاتی تو کراهیت است، ثواب وجود ندارد. دوم، در گذرگاه مردم که از آنها زنها و مردان گذر میکنند نشستن چی حکم دارد؟ در آخر در حق ما مخلصان دعا کنید. یعنی در گذرگاهی که مردم می نشینند، قد راهی که مردم گذر است، اگر در آنجا یک طایفه مردها یا طایفه زنها نشینند، این در اسلام چی حکم دارد؟ پیغمبر خدا میگوید ایاکم والجلوس علی الطرقات فان ابیتم فاعتوا الطریق حقها الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و غض البصر و رد السلام. حبیب خدا گفتند ایاکم والجلوس علی الطرقات، امتان من بر شما باد که در قد راهی که مردم گذر است ننشینید. راهی که مردم گذر است، راهی که مردها و زنها میگذرند، اون مکان برای خود جای نشست قرار ندهید. بس اگر گفت پیغمبری خدا دل شما قرار نگرفت و در همون قد راه که نشستی، باید که حق راه را شما ادا کنید. حق راه 4 چیز است. کدام شما اگر از عهده این 4 چیز میبراین در قد راه نشینین، لیکن اگر نمیبراین قد راه را ترک کنین که پیغمبر خدا شما را خطاب دارد، ننشینین در قد راه. یکم، وقتی در قد راه می نشینین امر معروف و نهی منکر کنید. امر معروف فقط و نهی منکر باشد. یکم امر معروف، دوم نهی منکر. سوم و غض البصر، سوم چشمهاتون بسته کنین. چشمهاتون بسته کنین که یعنی مردم غیبت نکنین. مردم هایی که به پیش شما میگذرند به آنها هر گونه از تاریخ آنها ورق نزنین. و رد السلام، 4م حقی که در گردن انسانی که در قد راه می نشیند جواب سلام گفتن است. اونا که سلام دادن تو با علیکم السلام باید بگوی. از دست کدام شما این 4 حق را اگر براید، مرحمت قد راه را برای خودتان اختیار کنید. و الا اگر شما در قد راه نشستین و این 4 عمل اگر یکیش ترک کردین، پیغمبر خدا به شما خطاب دارد که قد راه ننشینید که گناهگار میشوید. من باوری کامل دارم که اون کسانی که در قد راه می نشینند یکی از این 4 ادا کردن میتونن. کدام اونها امر معروف میکنن، کدام اونها نهی منکر میکنن. در اونجا نشستن بغیر گپ‌های بیهوده و بغیر دشتام و بغیر غیبت دیگر چیزی وجود نداره. افسوس که امروز بسیار باور که این بی مدنیتی ما و شماست.
که در همون قضای راهی که ما و شما میگذاریم در محله داریمان، همون زنها، اصلا زنها قد راه دا بسیار می نشینند. میبینید توده مرد، زنها 3 کس 4 کس، گفتی همون عادی ما و شما هم چنبر زدگی نشستگی است و پیشش 10 مرد میگذرد، باور کنی حتی نمیبیند که با پیشش کی میگذرد. ذره حیا و شرم در وجودش نیست که یک مرد که گذشت از جاش خیزد، یا همون شوهری که دارد اونقدر دلاوری نمیشود که همون قدر را در کجا میشینی، آخه در خانه در فرزند تربیه کن، آخه یک کاری خانه را انجام بده، قدر را کجا جای نشستی تو است آخر. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زن خدا ترس و خداجو می باشد، زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود، زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نه که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست، زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها در فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الکی 6 ماه گذشتند که مراجعت نکرده باشد، چگونه زنی خدا ترس است؟ چگونه زنی خداجو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زنی خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیز مانع شده باشد، لیکن زنی خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد، اگر حیات حلال و پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع میشود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع میشود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه، مجبورن، اگر مجبور کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاق واقع میشود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راهی داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد. این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اخلاً برای که همین عرق نوش اصلاح شود، یک قرن میکرد خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمی آمد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعا این انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم. زنی کارگر در ساعت 7 سحر باید در کار باشد، در ساعت 5:30 تا 6 بامداد را خانه درست است یا نه؟ برای که در زمستان شبها دراز و روزا کوتاه است. الحال نمی شود. الحال اقلا باید که در 6 و 15 اگر خواند بسیار نیک می شود. در 6 نخواندنش بهتر است. نماز وقت دارد، این به کار مثال هیچ وابستگی ندارد. اگر 1000 کار بالای ما براید، نماز در وقتش که اگر ادا نکنیم نماز نمی شود. من کار دارم، گفتم مثال باید که ساعت 5 سحر از خانه برایم
و 5 سحر در بامداد خوانم، اون نماز نمیشود. نماز از صبح دمیدن صبح میشود. صبح که دمید الله که نماز بامداد خوانین جایز میشود. اقلا 6 و 15 خواند ان شاء الله نیک میشود، دیگر هیچ شک شبهه باقی نمیماند. یا 6 و 10 اقلا خواند، اگرچه الحال در 6 هم صبح میدمد، در همون کلندرهایی که داریم در 6 الله که نشان میدهد که صبح میدمد، لیکن بهترش همون 6 و 10 6 و 15 باز بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام داملای محترم، نماز خفتن را همش را یا ویتری واجبش را خواب کنی ساعتی 4 یا 5 شب خوانی درست است. درست است. اگر کسی که مثال شب خواب میکنی از قسم ساعتهای 3 شب میخیزی، 4 شب میخیزی، نماز خفتن تا میخوانی همراه مثال ویتر واجب، جایز است، درست است. زیرا وقتی خفتن تا برآمدن تا صبح دمیدن است. تا صبح دمیدن، تا ساعت 6 گویم، تا ساعت 5 نیم گویم، اگر که خواند نماز خفتنش صحیح می شود، نماز ویتر واجبش صحیح می شود. و اگر شما خفتن هم که خوانین 4 رکعت فرض خفتن خوانین، 2 رکعت سنت هم خوانین، خواب کنین، ویتر واجبش ساعت 4 5 هم که خوانین می شود. این ویتر واجب از نماز خفتن حساب نمی شود. این نماز جداگانه است. اگر با در اون ساعت ها خوانیم با افضلتر و بهتر است. دویم، آدمانی که از عائلهشون یگان نفرشون وفات کند تا 1 سال مگنیتوفون و تلویزیون نمیمانند، این یگان اوبال دارد. البته اوبال است، نمانیم. اگر در مگنیتوفون ها امر معروف مانیم با که ندارد، جایز است. و اگر در تلویزیون شما فقط اگر اخبارش گوش کردن ده، برای گوش کردن اخبارش اگر استفاده برین جایز است، دیگر حالتاش جایز نیست. بسیار نیک می شود. با همین طریق هم از امو بعضی برنامه های نادرست دور می شوین، خیلی خوب است. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم سوال ما را تعجیلا جواب گویید. کاژینکه هایی که بعضی آنها را میگویند که از پوست خوک است چه حکم دارند؟ آیا پوشیدن آنها در داخل نماز یا بیرون از آن روا است یا نه؟ التماس فهمانید. البته در داخل نماز این پوست خوک به سبب طاهر کردن طاهر نمی شود. یعنی در مسئله ها میگوید یکی پوست انسان یکی پوست خوک اگرچه دباغت هم که دیهن وای طاهر نیست. یعنی دیگر پوست ها مثل پوست خرس باشد یا پلنگ باشد یا گرگ باشد، همه حیوان ها یا خر باشد، اینا به سبب دباغت دادن الله که طاهر می شود، لیکن پوست خوک نمی شود. از این خاطر اینها را در نماز خواندن استفاده بردن تماما لازم نیست. به نهایت خوب می شود بیرون نماز هم نپوشینش. این خوک یک حرام کرده پروردگار است. اگر شما تقوا داشته باشین بیرون نماز هم نپوشینش، لیکن در داخل نماز تماما نپوشین که با اون لباس نماز خواندن شما درست نمی شود. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. حاجی را با حرف آ نمی نویسند، آجی نمی شود، حقیقتی می شود حاجی. این جوانای ما همین قدر قریب به سواد ماندن که حتی که آجی را از حاجی فرق نمی کنن. با سوال ما جواب بگردم. من بعضی حسن خطها را می بینم، صنف 10 هست، صنف 9 هست، باور که آدم غمگین می شود. ما این قدر تأکید می کنیم که شما در مکتب ها اعلاچی باشین، خوشخوام باشین. با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک می شود یا نمی شود؟ اگر شخص زنا می کند، زن باشد یا مرد باشد، بعد زنا کردن پشیمان می شود، پشیمان می شود، توبه به سوی خدا می کند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم
در جای این اگر خواهر من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چه تصور میکنم. همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشان بیارن که اگر زن شما را یا خواهر شما را ای زناکارها، اگر دیگر بدبختای زناکار زنا کنند چه خیل میشوین شما؟ اگر توبه کند بعد غسل کند از جنابت خالی می شود. لیکن اگر زنا کند و باز گوید که خیلی آینده باز زنا را دوام دادن میگیریم، وای جنوب است، او هیچگاه آب وای پاک نمی کند. وای اگر با آب زمزم که اگر آبازی کند وای پاکیزه نمی شود. این کثافت دائم جنوب است، در حالت جنابت اون قرار دارد. تا اگر توبه صدق به سوی پروردگار نکند و غسل نکند، بدن وی از جنابت پاک نمی شود. در حالت جنابت دیگر خیلی وی حساب کنی خوردنش هم در حالت جنابت است، همراه تو صحبتش هم در حالت جنابت است، هر معامله که میکند وی در حالت جنابت است. السلام علیکم داملای محترم، میخواهم که با این سوال من جواب گویید. یک پای من اینولید است، پیش در آمدن من درست است یا نه؟ درست است. اگر بغیر این یگان عالمی بهتر نباشد، یعنی اگر در یک عالمی هست که مثال پایش درد میکند یا پایش نیست، یک پای دارد، این گونه اگر امام ها باشند لیکن عالم باشند، اونا با طریق اولا پیش می درآیند. لیکن اگر در برابرشان یگان عالم دیگر وجود داشته باشد که وی درست باشد، سالم باشد، بهترین صورت شامل است که وی از پس این امام نیت کند. یعنی همون امامی که پای درمند دارد، پای مثال رکوع کننده ندارد یا پای ندارد، وی قفا ایستد و این عالم پیش درآورد. این بهترین صورتش. لیکن نباشد، مرحمت و پیش درآید، نماز شما درست می شود. نمازتان درست می شود. دویم، داملایانی که زن و دخترانش حجاب نداشته باشند پیش در آمدنشان درست است؟ درست است. اگر کدام پیشوایی که زنش حجاب ندارد، دخترش حجاب ندارد، یعنی لباسهای بگیم اسلامی ندارد، پیشم که در آید نمازش درست می شود. لیکن در نزد خداوند این گونه امام ها مسئول هستند، این گونه پیشواها در نزد پروردگار جواب این فرزندان بی حیا را می دهند. اگر کوشش ها کرده باشند، تمام راه ها را استفاده برده باشند که اونها به ذمه نگرفته باشند، این حالت در یک حال خوب دارد. لیکن اگر در همون کرده های فرزنداش راضی باشه و با این در مردم امامتی کند، این حالت در امامتیش که صحیح می شود، لیکن در نزد پروردگار گناهگار می شود. اگر از اون دبا بهتر باشد، خوب می شود که وی بیراه شود، یک آدمی باز با تقواتر پیش درآید، این بهتر است. اینا در حالت درست می شوند که ضرورت باشد، دیگر غیر اونها دیگر هیچ پیشوا و داملای وجود ندارد. السلام علیکم داملا مهربان، اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگی هتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم، آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه، و من مشاهده می کنم که در محله ما شام می گذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پر جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر میگویم. داملای عزیز با احترام، یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موی سفیدهای بغیرت باشد،
یا این گونه جوانهای به غیرت باشد که راستی اونها در راست شود و چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کاری نادرست میبینید، و همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دستهاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد رفته از دستش بگیر بگو خانه درآ بگو، یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگه اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب. یعنی با دستان تغییر دهید وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما هم قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلیسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز است، را خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری. رو نماز تخوان، رو فرزند تا تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن. رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید، با دلتون اونها را بد بینید، لیکن این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درآورید. برای همین در کدام محله هست، اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه موسفیدهای به غیرت باشد، بسیارتر این کار موسفیدهاست. موسفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند. که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند،